کامیشو بیا با ما شو، بیا با عمو کامی باش بیا، چیستان دورو بازی کنیم بیا، با آقای دکتر باش با اون پیپش، بیا با جناب دشتی باش با اون ریختش. کامیشو وان من شو، کامیشو وان من شو، کامیشو وان من شو. با درود مجدد به شما عزیزان، به دومین برنامه چیستان با همکامی خوش اومدید. در اولین برنامه 2 شرکت کننده عزیز رو داشتیم که به دور دوم راه پیدا کردن. جناب علی بلبل با 18 امتیاز برنده شد و در گروه الف قرار گرفت و آقا اسماعیل با 15 امتیاز در گروه ب جا گرفت. امروز هم 2 شرکت کننده محترم داریم که ازشون میخوام وارد بشن و پشت میکروفونشون قرار بگیرن تا ببینیم چطور رقابت میکنن. دوستان حاضرید؟ ضمن عرض ادب و خسته نباشید به هر دو از شرکت کننده شماره 1 خواهش میکنم که خودشو معرفی کنن. با درود بر درودیان و سلامی بر سلامیان. این جانب دکتر بهزین هستم و افتخار حضور در این برنامه رو دارم. با دانش و ذکاوت بیکرانم اومدم که همه شما رو سرگرم کنم و البته برنده این مسابقه هم بشم. از این لحظه هم شما میتونید برای دکتر جون صدا کنید تا ببینید که چطور با علم و شوخ طبعی همه رو غافلگیر میکنم. متشکرم. امیدوارم از آشنایی با شما خوشحالیم دکتر. امیدواریم که شاهد یک رقابت جذاب و پرهیجان از شما باشیم. و حالا از شرکت کننده شماره 2 خواهش می‌کنم که خودش معرفی کنه تا ببینیم چه سورپرایزی واسه ما داره. آقا جان فدای شما باشم، همون کمی که ما رو قابل دونستید ما رو اینجا دعوت کردید. آقا جان ارادتمند شما، مشتی دشتی هستم، اومدم خدمت شما تا برنده این مسابقه بشم و روی این دکتر به اصطلاح بهزین و بهزین رو کم کنم و بزنم توی پوزش. منم متشکرم آقا جان. ممنون از شما. به آقای دشتی هم خوش آمد میگیم. دوستان این یک مسابقه هوش و ذکاوت. آیا حاضری تا ببینیم کدومتون با هوش بیشتری برنده میشید؟ برای شروع مسابقه سوال اول 2 امتیازی رو برای شما مطرح میکنم دکتر جون. آماده اید؟ جناب دکتر رو میبینم که مشتاقانه منتظر مسابقه است. دکتر جان بفرمایید، چیستان که برای شادی در هوا پرواز میکنه، بال داره، دم داره ولی پا نداره؟ تکرار میکنم، چیست آنی که در هوا برای شادی پرواز میکنه، بال داره، دم داره ولی پا نداره؟ ببینیم هوش شما چی میگه. بفرمایید. دکتر کامی اینم شد سوال آخه. من فکر میکردم یه سوال دکتری از من میپرسیدی، ولی چون ما دکترها همواره مرتب در تفریحات و خوشگذرونی هستیم و به خارج زیاد سفر میکنیم، همیشه با پرنده های فرست کلاس مسافرت میکنیم و شاد میشیم. پس جواب من هواپیماست. هواپیما. خب دکتر جون، شما که همیشه در حال سفر و پرواز با پرنده های فرست کلاس هستی، به نظر میرسه که جوابتون هم هواپیماست. اما دکتر جون این سوال رو متاسفانه
خراب کردیم و جواب صحیح رو ندادیم. گفتم دم داره ولی پا نداره. انگار یادتون رفته که چرخهای هواپیما پاهای اونه. بنابراین برای سوال اول 1 امتیاز از دست میدید و امتیاز شما به -1 تبدیل میشه. حالا شانس پاسخ دادن رو به جناب دشتی میدیم. جناب دشتی، حالا نوبت شماست. با 1 پاسخ درست 1 امتیاز کسب کنید و جایگاه خودتون رو محکم کنید. سوال شما هم همونیه که دکتر نتونسی آمد. سیستانی داریم که در هوا برای شادی پر میزنه ولی پرنده بی آواز، بال داره، دم داره ولی پا نداره. بفرمایید سیستان شما. آقا جان، ما که بچه بودیم این الان که تکنولوژی عجیب و غریب که نبود والا. ما آقا جان فقط با 1 قرون سر خودمون رو گرم میکردیم، رفتیم بقالی محل با 1 تکه کاغذ رو میخریدیم و سریشی میخریدیم و چوبی پیدا میکردیم و بعد بدکی درست میکردیم و واسه خوشحالیمون هوا میکردیم. خلاصه جواب صادقانه و کودکانه من آقا جان بدک دکتر. چه روزگاری بود. با تیله بازی و گلکوچی خودی خوش میگذروندیم و همیشه و بچه های محل در ارتباط بودیم. جناب دشتی، جواب شما درست بود. بادک. آفرین. همونطور که گفتید پرنده‌ای که پرواز و برای شادی پر میزنه. با این جواب 1 امتیاز به دست آورد. کامی شو بیا با ما شو، بیا با عمو کامی باش، بیا چیستان دور بازی کنیم، بیا با آقای دکتر باش، با اون پیپش، بیا با جناب دشتی باش، با اون ریختش. کمی شو one man show. کمی شو one man show. کمی شو one man show.